شکرانه سفرزاد، همینطورم آهسته آهسته از خود رفتی. این چه سر و لباس است در تو؟ خفه نشو. رنگ زنان فاحشه لباس میپوشی. نخواد آزادی شما را همه قدر فاسد کرده باشه که روز حساب و جلا را فراموش کرده باشی. با لباسای شهوت انگیز بشینی و دو بوقه دیگر در تار سرت پیشای بری هویت تماشا کنند. همین مسلمانی ای؟ این خیلی سر و لباس زنی شوهردار در خانه در پیش شوهرش میپوشه. با این سر و لباست مردها را بیقرار میکنی و به گناه میکشی. از الله شرم نمیداری. یک و یک باره چندین گناهی بزرگ انجام میدهی. ببین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زنی را که عطر زده به بیرون میبراید زیناکار گفت، یعنی گناه زیناکاری را به دوش میگیرد. و زنی را که تاش میچیند لعنت گفت و صفت زنان دوزخی را بیان کرد که آن صفت ها در تو کاملا دیده میشود. حاضر اگر تر زن زیناکار لعنتی و دوزخی گویم تلخت میکفه، ولی پیامبر خدا چنین میفرماید هم کاش میچینی و هم عطر زده با لباس های شهوت انگیز در پیش دو مرد بیگانه ششته ای و همه گناه ها را به نوار گرفته برای هزاران مرد نشان میدهی. آیا باری هم در فکر آخرتت نمیشی که دنیا گفته آخرت خودت برباد میدهی؟